سلام خدمت پرورشدهندگان عزیز. یک محصول جدید میخوام بهتون معرفی کنم، کلسیم مورینبرد آمریکا. و اول موارد کمبود کلسیم رو بهتون میگم. پرنده که کمبود کلسیم داشته باعث سکته یا تشنجش میشه، تراکم استخوانش ضعیف میشه، تعداد تخم کمتری میذاره این پرنده و عضلات ضعیفی داره و تو جوجه‌ها باعث باز شدن پای جوجه‌ها میشه، پرنده پرکند میشه و اینا مواردی که کمبود کلسیم به وجود میاد. یک کلسیم خوب میخوام امروز بهتون معرفی کنم. محصول شرکت مورینبرد آمریکاست، فوق العاده عالیه. موارد مصرفش 20 گرم در 1 لیتر آب یا 20 گرم در 1 کیلو غذای نرم. صورت هفته 2 تا 3 مرتبه میشه مصرف کرد. برای پرنده‌های ضعیف یک دوره 5 روزه داره بعد مصرف شه. برای پیشگیری هفته یک بار میتونیم مصرف. برای تخفیف و خرید این محصول میتونید به سایت خانه پرندگان مراجعه کنید. هم محصول رو راحت خریداری میکنید و تاریخ انقضاش و موارد مصرفش کاملا توضیح داده شده.